سلام. اگه سگ گرفتی یا قصد سگ گرفتن داری 3 تا اپلیکیشن بهت میگم که خیلی به درد میخوره. اولین اپلیکیشن اسمش پاپته که اینجا عکسش رو میبینی، بالای 1000 تا خصوصیت و آموزش داره و بهتون کمک میکنه که نگهداری بهتری داشته باشید از سگ و گربه. این اپلیکیشن 11 پت که اتفاقات و رویدادهای مهم پت رو ثبت میکنه و سر تایمش بهت نوتیفیکیشن میده، مثل واکسیناسیون، تایم انگل تراپی، خدای نکرده تایم جراحی و چیزی. سومین اپلیکیشن امریکن رد کراس که بهتون کمک میکنه تو مواقع اضطراری بتونید جون پتتون رو نجات بدید. کلی توصیه داره که تو چنین مواقعی کمک میکنه که جون پتتون سالم در بیاد. اگه باز هم از این اپلیکیشن هایی که بهتون کمک میکنه نیاز دارید، میتونید چنل